به سن سال شما که بودم همراه پدرم داوود نبی به اینجا می آمدم. او بر این تخت سنگ می نشست و با صدای زیبایش آیات زبور رو تلاوت می کرد و همه کوه ها و پرندگان با او هم آواز می شدند. پرنده ها با شما هم صحبت می کنند؟